من باید جون سیدی رو به تو بدم، اما تنهایی واقعا شدنی نیست. چطور میتونم این نقطه رو از دست راهزنان نجات بدم؟ اونم تنهایی با این دسته زخمی. کنار یه درخت بزرگ نشستم و شروع کردم به پارسمان انگشت‌های سوختم که یه نور درست وسط رودخونه توجهمو به خودش جلب کرد. من انعکاس نور خورشید خیالاتی شدم تا اینکه صدای شیکی رو توی سرم شنیدم. فوراً بلند شدم و به سمت رودخونه دویدم. خورشید جوری بود که انگار مستقیم وارد قلبم میشد. به حق چیزای ندیده چی میبینم؟ یه نور معلق وسط رودخونه. همون موقع صدای شکستن شاخه از پشت سرم اومد. برگشتم و بدترین چیزی که میتونست اتفاق بیفته اتفاق افتاد. یه سایه بزرگ سیاه با 2 چشم قرمز خنجرم و بیرون آوردم و قبل از اینکه بفهمم چی شده سنگینی گربه رو بدنم بسکندم. گرد دندوناشو توی کتفم فرو کرد و بلافاصله خنجرم و زیر گردنش فرو کرد. یه نعره زدم و افتادم روی زمین. نمیتونستم بلند بشم. گرگ اطرافم میچرخید. دوباره صدای سیدی از سمت رودخونه نگاه کردم. این امکان نداره. یه دختر با لباس قرمز توی قایق معلق توی هوا بود. همون لحظه گرگ دوباره بهم حمله کرد. میدونستم این آخر کارمه تا اینکه یه نور مثل یه ستاره کوچیک از پشت سرم اومد و توی پیشونی گرگ فرو رفت. گرگ فوراً از پا در اومد و افتاد یه گوشه. فکرم میلرزید، دستام میلرزید، منو از زمین بلند کرد. وای چی میبینم؟ این تویی؟ این واقعا تویی؟ اومدی تا جون منو نجات بدی؟ تویی؟ پس فکر کردی کیه بچه؟ برند شو.